داره. همونطور که در تصاویر ملاحظه می‌کنید، آخرین تصاویری که از عملیات جستجو و حصول امدادگران در منطقه به دست ما رسیده، تصاویر حاکی از مه سنگین حاکم در منطقه هست و خب همین شرایط جوی نامساعد و همینطور صعب العبور بودن منطقه شرایط کار رو برای امدادگران و گروه‌های جستجوگر سخت کرده. همونطور که مطلع شدید از ساعتی قبل خبرهایی منتشر شد مبنی بر وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا. در این خصوص گفتگو میکنم با وزیر کشور آقای وحیدی. سلام بر شما، بفرمایید آخرین اطلاعات از وقوع سانحه برای بالگرد رئیس جمهور چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با افتتاح صدر خداآفرین و قزل قلیسی که با اتفاق رئیس جمهور آذربایجان اتفاق افتاد، رئیس محترم جمهور به اضافه همراهان در مسیر برگشت با چند بالگرد برمیگشتند که یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا و مه‌آلود بودن و موقعیتی که در منطقه بوده. خب ما الان گروه‌های مختلف امدادی الان به طرف منطقه در حرکت هستند، ولی خب با توجه به مه‌آلود بودن و نامناسب بودن هوا و وضعیتی که هست مقداری خب ممکنه زمان ببره تا به نقطه بالگرد برسن. کارها در دست کنترل هست و کارهای گروه‌های امدادی در حال انجام هست که امیدواریم که به سرعت به نتیجه برسه. ولی یعنی الان منتظر هستید که در واقع گروه‌های امدادی به محل حادثه برسن؟ هیچ ارتباط و تماس تلفنی با بالگرد یا همراهان رئیس جمهور نداشتید؟ با ارتباط بوده، ولی خب با توجه به اینکه به حال منطقه یه مقدار منطقه پیچیده، ارتباطات یه مقداری
برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه های امدادی زودتر به نقطه وقوع این حادثه و این نشست بالگرد برسن و اطلاعات بیشتری رو به ما ارسال کنن. بله، متشکرم آقای وحیدی وزیر کشور. همچنان تا دقایقی دیگر با شما بینندگان عزیز همراه خواهیم بود. زغان آذربایجان شرقی گفتند این بالگرد در مسیر برگشت مجبور به فرود سخت شده. تصاویر مستقیم رو از حضور و تلاش گروه‌های امدادی برای یافتن بالگرد رئیس جمهور ملاحظه می‌کنید. 40 تیم واکنش سریع ما الان در منطقه در حال جستجو هستند. چندین گروه امدادی عازم منطقه شدند و در حال جستجو برای یافتن بالگرد سانحه دیده هستند. خب در تصاویر هم ملاحظه می‌کنید شرایط جوی نامناسب و وجود مه سنگین در منطقه عملیات جستجو رو با سختی مواجه کرده. منطقه‌ای رو به اسم تکاور بیشتر داریم رصد و پایش می‌کنیم. با توجه به نشانه‌هایی که از اون منطقه گرفتیم بیشتر داریم اونجا رو پیگیری می‌کنیم. منتها شرایط جوی بسیار نامساعده و محل صعب العبوریه، اما با تمام تلاش همکاران عزیز دارن اقدامات جستجویشون انجام میدن. از پهپاد و اقدامات هوایی استفاده کردیم، منتها با توجه به شرایط جوی آب و هوا امکان جستجوی هوایی واقعا وجود نداره. فقط از طریق نیروهای زمینی و واکنش سریع ما و نیروهای ارزیابیمون دارن کار جستجو میکنن. چندین گروه امدادی عازم